ایران روز چهارشنبه موضوع اساسی گفتگوی انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و همتایانش از اسرائیل و امارات متحده عربی بود. بلینکن گفت حکومت آمریکا در 9 ماه گذشته واضح کرد که اگر ایران عهدهایش را بر اساس سازش اتمی اجرا کند، آمریکا به سازش برمیگردد. حالا به گفته او فرصت به پایان میرسد. من سنه دقیقی را نمیگویم، ولی با گذشت هر روز و سرپیچی ایران برای مذاکراتی صمیمی راهرو کوتاه‌تر می شود. یائیر لپید وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید ایران در آستانه دستیابی به سلاح اتمی است. اگر ایرانیان باور کنند که جهان برای ساخت بمب اتمی ممانعت جدی نمی کند، آنها از پی ساختن بمب می شوند. بلینکن گفت به باور آمریکا سازش اتمی سال 2015 با ایران همچنان یک راه باثمری برخورد با چالش‌هایی است که ایران ایجاد می‌کند. اما گفت او آمریکا آماده است در صورت سرپیچی ایران از یک مذاکرات صمیمی گزینه‌های دیگر را پیش بگیرد. به گفته وزیر اسرائیلی همین گزینه‌ها یا انتخاب‌ها موضوع اساسی گفتگوها بود. آمریکا و قدرت‌های دیگر جهانی چند ماه است که با مذاکرات در شهر وین می‌خواهند سازش اتمی سال 2015 را احیا کنند. اما مذاکرات به بنبست وارد شده است و با نظرداشت آمدن رهبران نو در ایران به گفته بعضی از کارشناسان آینده گفتگوها خوب نیست. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گفته است که برنامه‌های اتمی ایران صلح‌آمیزند و تحریمات آمریکا به ضد کشور راه نو برای آغاز جنگ است.